دوستان عزیز، یکی از بیماری‌های بسیار مهم و خطرناک در انگور بیماری سرطان توقه است که عامل اونی باکتری هست، داخل خاک وجود داره. این بیماری از کردن برای که از این خاک به تاک منتقل میشه. از طریق نهالهای آلوده هم قابلیت انتقال داره. برای کنترل این بیماری در اولین مرحله خرید نهالهای سالم عاری از بیماری هست. دوم اینکه اگه تاکتون در سالهای اول دوم علائم سرطان رو دیدید، بهترینه که نهال رو بیرون بکشید از خاک و معدوم بکنید. ضد عفونی کردن ادوات باغبانی، قیچی، اره بسیار بسیار مهم است چون قابلیت انتقال رو از این لحاظ داره. تقویت بوته از لحاظ مواد غذایی به ویژه عنصر پتاسیم خیلی خیلی مهم است. اما خب یادمون نره در مناطق سردسیر سرطان یار انگور هست. حواستون به انگوراتون باشه. از ایجاد زخم‌های نزدیک سطح خاک تا حد ممکن اجتناب بکنید. اگه مجبور به این کار شدید، مخصوصا موقعی که سرمازدگی اتفاق میفته و شما مجبورید که کف پر بکنید، حتما محل زخم رو با سموم مسی و چسب باغبانی پوشش بدید. امیدوارم که این پست براتون مفید واقع شده باشه.